دانید که اگر صدام خدای نخواسته پیش ببرد تمام شما را به آتش میکشد. صدام وضع روحیش اینه، مثل در روحیه صدام این تبهکاری است و آدمکشی و جنایت است. اگر خدای نخواسته این یک سلطه‌ای پیدا بکند، حجاز را از بین میبرد، سوریه را از بین میبرد، این چیزای خلیج را، کویت را، همه اینها را از بین خواهد برد. این مرد اینطوری است، جنس این آدم اینطوری است. همونطوری که جنس اسرائیل اینطور است که جنایتکار است و به جنایت دلخوش میکند، این هم همینطور است. اینها برادر هم است. و به صدام هم میگن که من یه راه برای تو سراغ دارم و اون راه انتحار است. همونطوری که هیتلر بعد از اون که به شکست رسید خودش را کشت، تو هم اگر مردی و مثل هیتلری خودتو بکن.